قلب واقعا میشکنه. این یه واقعیت فیزیکیه ها. طرف میگه قلبم شکست، ما میگیم ای قلب که ماهیچه است، یعنی چی قلبم شکست؟ قلب که نمیشکنه که. چرا قلب میشکنه؟ قلب واقعا میشکنه. قلب واقعا سیاه میشه، قسی میشه، قسی القلب میشه انسان واقعا. این ارتعاشات نه خاموش بشن. و قلب یه خاصیت خیلی جالبی داره. قلب همیشه از قبل رویدادها رو حس میکنه. قلب ما از قبل رویدادها رو احساس میکنه، رویدادها رو پیش بینی میفهمه. رویدادها رو میدان مغناطیسی قلب 5000 برابر شدیدتر از میدان مغناطیسی حتی مغز است. قلب ما دارای یک میدان مغناطیسی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی قویه. ضمناً قلب تنها عضوی است که حتی از بدن خارجش کنیم. یه نفر که جراحی قلب باز میکنن، قلبو میارن بیرون، اینجا رو میشکافن باز میکنن، قلبو میارن بیرون. قلب جداست، بدون اینکه خون بهش برسه، بدون اینکه اکسیژن بهش برسه، بدون اینکه پالس عصبی از مغز بهش برسه، بدون اینکه قند یا مواد غذایی بهش برسه. خودش مستقلاً برای خودش زنده است و میتپه تا یه مدتی. البته محدوده زمانی داره، این نیست که این بمونه، نه. و نکته دیگه اینه که وقتی که ما تحت فشار عاطفی هستیم، مالی یا هر شکست دیگه‌ای، ما رو از پا در میاره بیش از هر عضو دیگری. قلب عکس العمل نشون میده.